سلام خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. یک ویدیو خیلی متفاوت و عجیب و غریب. امیدوارم که در این ویدیو خفت نشیم و پدرمون در نیاد. کامرامان عزیزم امیر هستن در کنارم. خیلی مخلصم. خلاصه که ما به این نشه رسیدیم که یک میکروفون نیاز داریم برای ویدیوهامون. آره در دارک وب داشتم میگشتم و با یه آقای آشنا شدم که گفتش آقا من یک دی جی آی دارم سری یکش دارم میدم با قیمت خوب. قسطی هم تازه بهم گفت میده. قسطی هم بهت میدم. گفتم آقا من اینو ازت میخرم. مطمئنی آدم سالمیه؟ نمیدونم. دارک وب داری خرید می‌کنی؟ نمیدونم واقعا نمیدونم. اولین تجربه‌ام هست. آدرسی هم که داده آدرس عجیب غریبیه. از همین الان تا اونجا نیم ساعت 40 دقیقه راهه. داریم میریم. امیدوارم که خف نشی میشه. آقای ما رو خف نکنه. اگه خف نشدیم ساب کنید، لایک هم بکنید ویدیو رو. مسیر جالبی است. ولی اگه آقای بهمون بده میکروفونو، به نظرم کوالیتی ویدیوهای بعدی قطعا بهتر خیلی بهتر میشه. نمیدونم ببینیم داستان بریم ببینیم خف میشیم یا نه. لوکیشنی هم که داده خیلی مخوفه، مثلا یک شهرک طوریه که حالا من نرفتم. نمیدونم بریم ببینیم. منم نمیدونم. همینجوری میری فقط. اوه خدا. نظر یه پرتیه. یه جای پرتیه. میگم میکنم. چه دست اندازه‌ای هم داری؟ چه دهاتیه. نویگیشنمون رید. نویگیشن مرد. چجوری بلدی این بدونم؟ خیلی باشه. آره خیلی جا پرتیه. یا اول فصل چالش فیلایی هم داره. ببینیم کی میرسیم. ما دیگه کم کم رسیدیم. تو این کوچه هست مثل اینکه. یا خدا. ما اومدیم تو این کوچه. باید منتظر باشیم ببینیم آقای کی میاد. کدوم ساختمون؟ نمیدونم اصلا نگفتم. فکر کنم اونه. یه چیزایی روشن شد. اوه اینه فکر کنم. یا اول فصل. اینه یا خدا. من خفتم. آقا شمایی؟ بگی برو عمو جون شمایی؟ چند تو تحلیل بگی برو. وای نستم اینجا زیاد وای نستم. گرفتی بدو. ما که بستر تحویل گرفتیم. آقای سوار این ماشینه شد داره میره. ما هم داریم دنبالش میکنیم. بریم ببینیم تو کجا میره. خیلی خوب داد. اصلا باور نمیشه. جنس هم تمیز بود. جلوتر خود جنس هم آنباکس میکنیم. آقای گم شد. آقای زیاد نزدیک نشو مشکوک نشو. آره آقای داره میره. کجا یعنی داره میره؟ سر قرار میره بازار سیاه اینا رو میگیره میاره به ما میگیره. میره سوژه بعدیشو پیدا کنه. شماره‌اش اگه کسی خواست بذار تو دیسکریپشن. بذار تخفیف میده. گفت شماره‌مو بدی تخفیف میدم. دانشجویی. آره دانشجو باشی تخفیف میده بهت. تخفیف بده. ما میریم دنبالش ببینیم کجاست بالاخره. جایی که میخواد بره. بازارشو پیدا میکنیم. انبارشو پیدا داره میره انبار احتمالاً. جنسش تموم شده داره میره انبار. ما رسیدیم نزدیک خونه هم در واقع و رفیقمون هم پیاده کردیم و حالا میرسیم به باز کردن جعبه‌ای که این آقا انداخت. جعبه‌ای که انداخت دی جی آی اینجا مارکش لوگوش خورده، ولی کن بس ببینیم توش چیه. شاید واقعا مواد توش گذاشته داده به من و آمار منو داده به پلیس که پلیس بیاد ما رو بگیره. بله میبینیم که جنس جوره واقعا مثل یک میکروفونه. جعبه هم داره. جعبهش میخوره جعبه اورج باشه. توش چی داره؟ توش آقای برامون از اینا گذاشته. کابل یو ایکس از اینا گذاشته و یه کابل شارژ اگه اشتباه نکنم. بله اینم کابل شارژش. چقدر نور بدی. اینم کابل شارژ. بریم جلوتر بریم ما کاوس کو ببینیم توش چیه. اینو به این سبک باز می‌کنیم و می‌بینیم که بله یه دونه اینو داریم اینجا. سرجوش یه دونه این یکی رو داریم و اینم که خب اصل کاره. اینم که خودشه که خب مثلا میخوره به گوشی. اینم نمیدونم چی بود اون زیر بود. چی بود؟ شاید خراب شده بود. آقای با ما خراب انداخته. نمیدونم به کجا میرسه ولی که هم بذار روشنش کنیم بریم یه دونه تست کنیم ببینیم
چطوره؟ خب ما اینو داریم اینجا، چقدر نور اینجا بهتره. 1 2 3 1 2 3 نه نزدیکم نیارم. کیفیتش رو الان خودم نمیدونم چه جوریه، ولی امیدوارم که کیفیت خوبی داشته باشه. ولی سری 1 دیگه، حالا ان شاء الله در آینده نزدیک سری 3 رو هم بخرم. ولی کن آره چقدر دارم بازی میکنم، مثلا این باید اینجا باشه که من صدام درست بیاد. اینوری کردم دارم حرف میزنم. ولی کن اینم خوبه، یعنی اینو قبلا تستم کرده بودم. حالا دروغ چرا، آقا رو من میشناختم، بعد اینکه اینو بارها خودم تست کرده بودم و خوبه. من راضی بودم و پیشنهادشو بهم داد، خیلی خوشم اومد. نمیدونم لایک کنید ویدیو رو، یادتون نره که ساب بکنید کانال رو اگه این ویدیو رو دیدید. مراقب خودتون باشید، منتظر ویدیو بعدی باشید. تا ویدیو بعدی، بای. چی بگم؟ به نام خدا امروز اومدیم بریم یه میکروفون بخریم از آقای رجبی. از آقای رجبی نو نیمه. سناریو اینه که نمیشناسم یارو رو مثلا. یه رجبی ناشناس میخوام خرید.